toprak için yor kendini dünyadan, ölümden başkası yalan. Bir avuç toprak için yor kendini dünyadan, ölümden başkası yalan. اولا درودی به پایان خود را به یک و یک شما میرسونم بینندگان عزیز و چون آزادی را کلی فارسی زبانان نگاه میکنند و از فرصت مناسب استفاده برده تمام مردم تاجیک را و همه که ما را تماشا دارند با اونها تبریک و تهنیت گفته سال نو و با آنها تمام خوشی های زندگی رو آرزومندم و آرزومندم که چی آرزویی که در همین سال نو دارند و همه همون آرزویشان برسند و همیشه خوشحال و چهره خندان و همین خیل سال نو برای آنها یک سالی فیض و بابرار گردد. در سال 2016 من بسیار یک خاطره های نیک برای من ماند و راستی گپ یکی از آنهایش این بود که من در دانشگاه ملی معلومات دوم سپاریدم، همچنین حقوق شناس. این تشکر زیاد. خواستم که از یک علم دیگر برخوردار باشم و برای من این کسب حقوق شناس بسیار پسند هست و من میتوانم که در آینده حقوقهای خودم را حفظ کنم و از مردم را هم و خب فکر میکنم که این بر فایده من است و من همین راه را پیشه کردم برای خود و باز سرودهای جدید آماده ساختم و یک سرودی جدیدی که کردم با نام دیلزار که نو پیشکش مخلصانم گشت و بسیار با مردم پسند آمد و من بسیار خوشحال گشتم و زیاد بودن، خاطره های زیاد بودن. البته که من در سال 2017 میخواهم برای مخلصانم یک سرودی نو هدیه کنم و این سرودی فولکلوری می باشد که یک 13 دقیقه هست و میخواهم که از همان سرود یک تیکه‌اش را برای مخلصان عزیزم هدیه کنم در سال نو. بفرمایید. سراغم آمده یارکی خوشنام گلی بادام گلی بادام، دلی زاری مرا میکنه دردام گلی بادام گلی بادام. سراغم آمده یارکی خوشنام گلی بادام گلی بادام، دلی زاری مرا میکنه دردام گلی بادام 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 گلی بادام. همین سرود است. تشکر زیاد. سلام.